عزیزان دقت کنید بلند، میخوام صدا رو همه بشنون. مرتضی 8. وایس دوستان خواهش میکنم. جانم. باشو بیا اینجا. بله بفهم. فامیلی نماینده چیه؟ ایشون حشری هست. یعنی چی؟ مرتضی حشری. نگو دیگه دوباره، من دارم بهت میگم یعنی من اعلام کنم ایشون چیزه، خب ملت دیگه تخم نمیکنن رأی بدن. نه بابا حاج آقا این اصلا یه پوینت مثبت برای ایشون. از چه لحاظ؟ از این لحاظ که ایشون فامیلیشون این شکلیه، جوانان ما ذاتن این شکلیه، ایشون تنها کسیه که میتونه به درد جوانان رسیدگی کنه. جدی میفهمم. بله بابا 100%. بعدم این که اگه کسی بهشون رأی نده احیانا دیگه خودش میدونه چه بلایی سرش میاد. یعنی با تهدید میخوان رأی بگیرن؟ نه تهدید کنه دیگه، داره الانم میگه من حشری ام. نمیفهمم این انتخابات خدا کنه زودتر تموم شه و من اینم اعلام کنم. آره مشکل نداره. نه بابا بگید حتما. نمیدونم چجوری اینو المثنا چجوری بهشون اجازه داده. حالا تایید صلاحیت رو بیخی. مرتضی حشری تو از همه سرکش